رمضان ماهی صبر برای طاعت عبادت است. رمضان ماهی صبر برای طاعت و عبادت است. پس در روزهای این رمضانی که ما قرار داریم، البته یک چند روز سپری شد و اینم فضل الله سبحانه و تعالی برای ما و شما است که این رو برای ما عطا کرد. ما این روزها ما زنده هستیم و فعالیت داریم، جسم سالم داریم و الله رو عبادت میکنیم. پس در روزهای رمضان برای مسلمان لازم است که مراقب تربیت نفس خود باشد تا از همه شهوت‌های انسانی دوری جوید و صبر کند، نفس را باز دارد و نفس را با طاعت و عبادت مجبور بسازد و خود را از نوشاکی یا که همبستری، سخنان قبیح و مانند اینها خودداری نماید، چون این چیزی هست که انسان را وادار میکند که خواهش‌های نفس و شهوت‌های آن به آنها روپرو شود و سرچشمه همه این نقطه بالا گفتیم خوردنی ها است. برای همین علماها در این مورد کتاب‌های خیلی زیاد کتابت کرده هستند. یکی از کتاب‌ها یا که رساله‌ها احکام روزه و فلسفه آن در روشنایی قرآن و سنت. در اینجا یک سخن را اشاره میکند شیخ، میگوید ای روزه‌دار، شما در نبردهای، در جنگهای از جنگهای نفس قرار دارید در این ماه مبارک، در این روزه‌داری که در آن میان این ماده و روح برخورد میکنید و بر آن باید بر عمل کردن بپردازید. پس تلاش نمایید که در روز گرسنگی بکشید و تلاش نمایید که در شب شکم‌ها را آنقدر پر نکنید. هوشیار باشید که تنها شکم‌های شما در این رمضان با طعام و با شراب پر بگردد و بس، بلکه زبانهایتان با ذکر الله، روحتان پیوستگی آن با الله، زبان را از فحش، از دروغگویی، از عقل را از بدگمانی، بداخلاقی، بدفکری هوشیار باشد و شبها را با بیداری عبادت الله سبحانه و تعالی سپری کنید و در آن سستی را بر خود انجام ندهید، بلکه برخیزید و الله را آنگونه که شایسته است عبادت نمایید. و این شیطان که محکم است، با زنجیرها محکم است، این فرصت را استفاده برده به الله سبحانه و تعالی مناجات نمایید. پس از این سخنان میفهمیم که رمضان این ماه تربیه مسلمان است. نفس را باز دارد، خواهش ها را اداره نماید، بر شهوت ها حکمران بگردد، از پس میل های خود نرود، چگونه که از ابی هریره رضی الله عنه روایت شده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند اذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث، هرگاه یکی از شما روزدار باشد پس نباید سخن زشت بگوید و لا یصخب، و همچنین نباید داد بزند. روایت بخاری و مسلم. برای همین این دو نقطه‌ای که رسول الله اشاره کردن، نباید سخن زشت بگوید و نباید بلند سخنی نماید، این رو اهمیت بدهیم. پس رمضان آمد، پس از این نوشاکی ها و از این طعام ها و از این شهوات ها و از این سخن ها، از هر چیز خودداری کن. پس این ماه مبارک را نه تنها خودداری از خوردن و نوشیدن، بلکه خودداری از هر چیزی که الله تو را منع کرده است قرار بده. و گمان مبر برادر گرامی که روزه داشتن تنها ترک کردن غذاست. حقیقت روزه بالاتر از این است. آنچه که بر هوا و هوس غلبه کردن، الله سبحانه و تعالی بر ما توفیق بدهد که حقیقت حال روزه را بفهمیم، معنای حقیقی روزه را درک نماییم و از هر چیزی که نامناسب است از این دوری بجوییم. بارک الله فیکم. باید ما درک نماییم و بفهمیم که این ماه رمضان، در این ماه رمضان ما چی بهره گرفته ایستادیم و این ماه رمضان برای ما چی میوه‌های زیبایی میدهد و چی سرسبزی برای ما عطا میکند. و با خود بپرسیم که آیا ما در این ماه رمضان کمخوری کرده ایستادیم؟ با خود بپرسیم که آیا ما در این ماه رمضان صبر و تحمل را آموخته ایستادیم؟ با خود بپرسیم که آیا این ماه رمضان برای ما در نفس‌های ما یگام نیکویی آورده ایستاده است؟ آیا در این ماه رمضان ما چی خوشحالی داریم؟ در این ماه رمضان ما به سوی چیز قدم زده ایستادیم؟ چگونه اصلاحات در نفس‌های خود دیده ایستادیم؟ چه خوشی‌ها را می‌بینیم؟ آیا در این ماه رمضان به سوی پروردگار نزدیک شده ایستادیم؟ آیا این رو در خود حس می‌کنیم؟ اگر حس کردیم خوشحالی هستیم، اگر حس نکردی پس تلاشت را بکن، حال هم فرصت داری. از الله سبحانه و تعالی می‌خواهیم که بر ما حق را نشان دهد و پیروی آن حق بر ما توفیق بدهد و باطل را برای ما باطل نشان بدهد و توفیق دوری از آن را برای ما فراهم بسازد.